حتما تا حالا شده که از خودت سوال بپرسی که اولین بار چی شد که انجامش دادم؟ چی بود که نگاه کردم؟ کی به من معرفی کرد؟ کجا رفتم که توی این مسیر افتادم؟ شاید بگی که حالا مهم نیستش، مهم اینه که من الان دچار یه عادتی شدم که به این راحتی ها نمیتونم ترکش بکنم و بعضیا میگن مفیده، بعضیا میگن که ضرر داره. نمیدونم چیکار بکنم. خب باید بگم که تو تنها نیستی. خیلی از ماها توی این مسیر افتادیم، توی این راه افتادیم و تهش متوجه شدیم که انگار یه چیزی اشتباهه. انگار اونایی که بهمون میگفتن نه این یه چیز کاملا طبیعی هستش، انگار یه چیزایی رو نمیدونستن یا شاید کامل و درست و دقیق راهنمایی اون نکردن. اما قبل از هر چیز میخوام بدونم که تو میدونی که تنها نیستی. خیلی از ماها درگیرش بودیم، درگیرش هستیم و متاسفانه خواهیم بود. آره، دارم در مورد دیدن پورن و خودارضایی صحبت میکنم. خب به این برنامه خوش اومدید. امیدوارم که هر جا هستید حالتون خوب باشه. میخوایم امروز در مورد دیدن ترک در واقع مشاهده فیلم های پورن و خودارضایی صحبت بکنیم. اینکه اصلا چرا باید این کار بکنیم، مضراتش چیه، اگه فایده‌ای داره چی هستش و راه حل عملی برای اینکه این کار رو انجام ندیم چی هستش، اصلا چیزی به دست میاریم و تمام سوالاتی که ممکنه به ذهن شما رسیده باشه. سوال اول، آیا اصلا انجام دادنش فایده‌ای هم داره؟ حقیقت این هستش که انجام دادنش ممکنه صرفاً باعث ریلکس شدن و یک احساس لذت مقطعی بشه، ولی عملاً فایده آنچنانی نداره. یعنی در واقع میشه گفتش که اگه انجامش هم ندی هیچ اتفاقی برای بدنت نمیفته. میدونم بعضی از شما ممکنه فکر بکنید که نکنه مثلا چه میدونم انگل بگیریم، نمیدونم خایه هامون باید بکنه، یا مثلا سرطان پروستات بگیریم یا هر چیز دیگه، نکنه طول آلت تناسلیمون کوتاه بشه اگه انجامش ندیم. آره، باید از راه طبیعی و درستش انجام بشه. یعنی شما با یک پارتنرتون، با همسرتون رابطه جنسی به اون شکل داشته باشید. اما اگر سنتون کمه یا شرایطش فراهم نیستش بنا به هر دلیل، خب حالا باید چی کار کرد؟ خب میرسیم به این سوال ها. ما بیایم قبلش کمی عمیق تر بشیم، ببینیم که چی شد که اصلا ما شروع کردیم به دیدن فیلم های پورن. حقیقت اینه که خیلی از ماها به صورت اتفاقی، بعضی از ماها به همون معرفی کردن و الان هم که دیگه اگه VPN نصب میکنید، اگر که توی اینترنت میچرخید، خیلی سخت نیستش مواجه شدن با وبسایت هایی که محصولات این شکلی تولید میکنن. میتونیم بگیم که پس ما نبودیم که در 70-80% مواقع خودمون رفتیم دنبال همچین چیزی، یعنی همچین چیزی در ما نبوده. پس چطوری که بهش میگن نیاز طبیعی؟ آره، این یه نیاز طبیعیه، اما از راه درستش و به قصد بچه دار شدن. یعنی طبیعت همچین چیزی رو در ما گذاشته. لذتی که از انجام دادن رابطه جنسی به دست میاریم چیزی هستش که طبیعت در ما گذاشته تا در واقع بتونیم نسل رو ادامه بدیم و بقا پیدا بکنیم. اما میدونیم که امروز دیگه صرفاً به قصد تولید مثل انجام نمیشه رابطه جنسی، بلکه بیشتر به قصد لذتش انجام میشه و فیلم های پورن
دارن دقیقاً دست میذارن روی همون قسمت. یعنی صرفاً لذت لذت لذت. چه اتفاقی برای کسایی که توی حالا خودشون بهشون میگن صنعت پورن، من فکر میکنم واقعاً اجحاف در حق کلمه صنعت هستش وقتی برای این موضوع استفاده میشه، ولی فعلا بیاید به صورت موقت از این کلمه استفاده بکنیم. چه اتفاقی برای کسایی میفته که توی این صنعت دارن کار میکنن؟ اون کسی که اصطلاحاً بهش میگن پورنستار، آیا واقعا در حالت طبیعی یه انسان میتونه اون میزان تحمل رو داشته باشه؟ آیا یک مرد باید اون سایز آلت تناسلی رو داشته باشه و اون توانایی رو در انجام رابطه؟ خب خبر خوب اینه که نه، اکثر کسایی که توی این فیلم های مستهجن میبینید کسایی هستن که در واقع غیر عادی هستن و اون سایزهای آلت‌های تناسلی اصلا و ابدا طبیعی نیستن. و از اون خبر خوبتر این هستش که واژن و آلت تناسلی زنانه صرفاً در 10 سانت ابتدایی دهانی واژن هستش که در واقع حس لذت رو برای جنس مؤنث به وجود میاره. یعنی شما اگه طول آلت تناسلیتون حتی 20 سانت هم باشه هیچ فرقی نمیکنه. بعضن حتی توی مصاحبه هایی که با کسایی که توی کشورهای غربی دارن زندگی میکنن تو خیابون ازشون پرسیدن که نظرتون چی بوده در مورد کسی که باهاش رابطه داشتید و مثلا سایز طول آلت تناسلیش بیشتر از 15 سانت بوده. بعد بهتون بگم که اکثر کسایی که توی این مصاحبه شرکت کردن گفتن که آزاردهنده بوده. بنابراین میتونه خیالتون راحت باشه که شما ناقص نیستید، شما کاملا طبیعی هستید. مخصوصا در آسیا طول آلت تناسلی معمولا عددی بین 10 تا 15 سانت به صورت نرمال و نهایت سایزی که یک واژن زنانه میتونه در خودش جای بده بین 15 تا حد اکثر 25 سانت هستش که دیگه اون واقعا میشه گفت جزو معدود هستن کسایی که میتونن اون توانایی داشته باشن. یعنی در واقع سایز آلت تناسلی شما کاملا مناسبه، اصلا جای نگرانی نیستش. خب فکر می‌کنم خیال خیلی از شماها از این بابت راحت شد. پس دیگه به فانتزی هایی که توی فیلم های پورن میبینید دقت نکنید، اونا آدمای نرمال نیستن. اما در مورد اینکه آیا ما هم میتونیم یا باید اون میزان توانایی رو در انجام رابطه جنسی داشته باشیم هم موضوع خیلی جالب میشه. باید بهتون بگم که در اکثر مواقع کسایی که میبینید در این فیلم های پورن بازی میکنن در واقع یا مواد مصرف کردن یا واقعا تواناییشون خاص و غیر عادی هستش و یا در اثر اینکه رابطه زیاد برقرار کردن دیگه بدنشون نمیتونه در حالت عادی به در واقع اورگاسم برسه. پس باز هم باید به شما بگم که آره، اگر شما نمیتونید یه مثلا رابطه جنسی بالای 10 دقیقه 20 دقیقه نیم ساعت برقرار بکنید نگران نباشید، شما کاملا طبیعی و نرمال هستید. اما اگر میخواید که در واقع از رابطه بیشتر لذت ببرید هیچ اشکالی نداره. از نظر پزشکا شما میتونید یه کارهایی بکنید که یک مقداری شرایط رو تسهیل بکنید برای خودتون، اما توصیه نمیشه، چون باید بدونید که هر چقدر که بیشتر زمان رابطه جنسی شما طول بکشه بدن شما داره فرسوده تر میشه. آره، این خبر بدی هستش که باید بدونید. هر چقدر رابطه جنسی شما کمتر باشه طول عمر شما بیشتر خواهد بود. به یک سری از سوالها پاسخ دادیم، اما میخوایم بریم سراغ این که چرا بعد از انجامش هر بار حس گناه و رغبت به ما دست میده؟ چرا روز بعدش هیچ کاری دوست نداریم انجام بدیم؟ چرا رفته رفته افسرده تر و گوشه‌گیرتر میشیم؟ مسئله ساده است، اما بذارید براتون یه مقداری بازش بکنم.
مغز انسان عاشق دوپامینه. دوپامین چیزی هستش که حس لذت رو در مغز شما به وجود میاره. مثلا اگر شروع بکنید به صورت مثلا الکی شروع کنید دست زدن و الکی خندیدن، بعد از چند ثانیه مغز شما گول میخوره و شروع میکنه دوپامین تولید کردن، حس سرخوشی به شما دست میده. فقط کافیه مثلا به مدت 30 ثانیه 1 دقیقه شروع کنید به خندیدن و دست زدن. این علتش هستش که در واقع مغز ما شرطی میشه نسبت به چیزهایی که دوپامین تولید میکنه و به محض اینکه شروع میکنیم به انجام دادنش، مغز شروع به تولید دوپامین میکنه. پس فهمیدیم که این وسط اون چیزی که برای ما حس لذت رو داره به وجود میاره دوپامینه و مغز عاشق دوپامینه و به محض اینکه شروع میکنه تولید کردنش نسبت به هر چیزی که محرکش باشه شروع میکنه شرطی شدن. یعنی حتی اگه شما خوشحال هم نباشید ولی اداش رو در بیارید، کم کم مغزتون شروع میکنه دوپامین تولید کردن، چون نسبت به این محرک عادت میکنه و شرطی میشه. حالا زمانی که فیلم های پورن نگاه میکنید اونجا هم همین اتفاق میفته. مغز شما شروع میکنه رابطه جنسی که در حال انجامش نیستید رو برای خودش شبیه سازی میکنه و این شبیه سازی و تصور باعث میشه که دوپامین تولید بکنه، انگار که شما دارید رابطه جنسی انجام میدید. اما موضوع به اینجا ختم نمیشه. مسئله این هستش که وقتی یک چیزی به صورت غیر طبیعی داره در بدن شما به وجود میاد یا وارد میشه، حتما اثرات مخرب داره. مثل این میمونه که بدن شما قندش رو از میوه ها تامین بکنه، حالا یک سری صنعتگر بیان شروع بکنن از چغندر قند و نیشکر شکر تولید بکنن و حالا شما با خوردن میزان زیادی از شکر احساس سرخوشی بهتون دست میده. اما اتفاقی که میفته اینه که متاسفانه بعضی از ماها دچار دیابت میشیم، فقط به خاطر خوردن سمهای خوشمزه‌ای مثل نوشابه ها که قند بسیار زیادی داره. خب همین اتفاق برای ما در زمانی که پورن میبینیم هم اتفاق میفته. با دیدن پورن حجم بسیار زیادی از دوپامین در مغز ما تولید میشه، چیزی که قرار نبوده اتفاق بیفته. خب حالا مغز ما شرطی شده، کم کم و رفته رفته دیگه خودش به سادگی و به آسونی دوپامین تولید نمیکنه. و اما از اون بدتر، زمانی که دوپامین با حجم خیلی زیاد در مغز شما تولید میشه، بعد از اینکه مشاهده فیلم پورن تموم میشه و خودارضایی میکنید، دوپامین به شدت سطحش کاهش پیدا میکنه و شما احساس میکنید که درون وجودتون حفره بسیار عظیمی حفر شده. اینجا همون اختلاف میزان شدت سرخوشی شما از دوپامینی که در مغزتون بوده و حالا زمانی که نیستشه، شما این اختلاف رو به شدت حس میکنید و به دلیل اینکه بدن شما تلاش بسیار زیادی برای تولید هورمون ها کرده، برای تولید اسپرم کرده، حالا به شدت خسته هستید، چون ضربان قلبتون در زمانی که دارید این کار رو انجام میدید بسیار بسیار بالا میره. حالا فهمیدید که چرا احساس رخوت و کسلی و افسردگی بهتون دست میده؟ سرخوشی بسیار زیادی رو تجربه کردید و حالا اون کنتراست، اون نبود رو دارید حس میکنید. اتفاقی که میفته اینه که حالا برای تجربه اون حس هر بار به سراغ دیدن فیلم های پورن میرید و کم کم متوجه میشید که دارید وابستش میشید، معتاد به دیدن فیلم های پورن. آره، متاسفانه بعضی از ماها معتاد هستیم، معتاد به دیدن پورن. برگردیم دوباره سر اون کسایی که فیلم پورن بازی میکنن چه بلایی میاد. اتفاقی که میفته اینه که خیلی از کسایی که دارن توی صنعت پورن کار میکنن دچار انواع و اقسام بیماری های مقاربتی میشن، طول عمرشون بسیار کوتاه میشه
دچار استعمال شدید مواد مخدر میشن و در بسیاری مواقع کسی که بهش پول میدن تا بیاد توی این فیلم ها بازی بکنه واقعا بهش ظلم میکنن، چون قراردادی باهاش میبندن که حق نداره زیرش بزنه وگرنه پولی بهش نمیدن. در نتیجه هر کاری که جلوی دوربین دلشون بخواد باهاشون میکنن و به اونها میگن بردگان جنسی و اسم کاری که انجام میشه بهره کشی جنسی هستش. متاسفانه اوضاع به همینجا ختم نمیشه. قضیه تا جایی ادامه پیدا میکنه که پای کسایی به میون میاد که به رابطه جنسی با کودکان، با سالمندان، با اشیا یا هر چیز دیگه، با حتی حیوانات، پای اونها هم جلو میاد. آره میدونم بسیار بسیار ترسناک و تاریک میشه، اما اینها چطور داره اتفاق میفته؟ بذارید قبل از پاسخ دادن به این سوال بهتون بگم که سود حاصل از فروش و تولید محصولات پورن چیزی بالغ بر 100 بیلیون دلاره. آره درست شنیدید، 100 بیلیون دلار، یعنی 100 میلیارد دلار. به نظر شما اونا دلشون نمیخواد که یه کاری بکنن؟ این زامبی هایی که نشستن پای مشاهده این محصولات ادامه بدن دیدن این فیلم ها رو؟ حتما که میخوان. آیا برای اینکه این کار رو انجام بدن نمیان چیزهایی که دائما جذاب و جذابتر باشن، وسوسه انگیزتر باشن، نمیان اینها رو بسازن؟ حتما این کار رو انجام میدن. و اتفاقی که داره برای من و تو میفته این هستش که آیندهمون داره از دست میره، بدنمون داره نابود میشه، کم کم افسرده میشیم و دیگه انرژی در ما باقی نمیمونه و با هر بار تماشا کردن این محصولات داریم باعث میشیم که بهره کشی جنسی اتفاق بیفته، از کودکان سوء استفاده بشه، از سالمندان سوء استفاده بشه. آره من و تو توی این مسیر شریکیم. خب بریم سراغ این که حالا چی کار باید کرد؟ حالا اگه انجامش ندم، همون سوالی که ابتدا پرسیدیم، اصلا فایده هم برای من داره؟ باید بگم که متاسفانه فراموش کردیم که اون موقعی که انجامش نمیدادیم چه حس و حالی داشتیم، انرژیمون چقدر بود، روانمون چقدر سالمتر بود، استرسمون چقدر کمتر بود. محققا و دانشمندا میگن که توی هفته اولی که تصمیم میگیری تا دیگه انجامش ندی، متوجه میشی که انرژی انگار داره بیشتر میشه، استرست داره کمتر میشه و حس اعتماد به نفست داره بالا میره و امید بیشتری به آینده داری پیدا میکنی. در ماه اول این رو به شدت بیشتری حس میکنی، یعنی بعد از گذشت 4 الی 5 هفته عمیقاً احساس میکنی که انرژیت بیشتر شده، حس بهتری نسبت به خودت داری، خلق و خود بهتر شده، کمتر افسرده هستی، استرست کمتر شده و فوق‌العاده به آینده امیدوارتر. این روند تا ماه سوم به شدت احساس میشه و این روند تا 1 سال ادامه پیدا میکنه. میدونم باورش برای بعضی از شماها ممکنه سخت باشه، ولی حجم تخریبی که انجام دادیم اونقدر زیاده که وقتی انجامش نمیدی تا 1 سال تبعات مثبت انجام ندادنش رو میبینیم. این حجم تخریبی هستش که داریم در خودمون به وجود میاریم. فارغ از این که میدونم خیلی از شماها میدونید انجام خودارضایی، اون هم به دفعات زیاد، باعث ضعف اعصاب، باعث ضعف بینایی و خیلی چیزهای دیگه میشه، اما انجام ندادنش نه تنها ضرر نداره، بلکه باعث بالا رفتن افزایش انرژی شما و تمام چیزهایی که گفتیم میشه. یعنی شما اگه میخوای
بشین یه زبانی یاد بگیری، اگه میخوای درس ها تا حالا شروع کنی بهتر بخونی، اگه دوست داری مهاجرت بکنی، اگه دوست داری تو زندگیت موفق تر بشی، قدم اول ترک خودارضایی و دیدن فیلم های پورن هستش. اجازه بدید تا همینجا این برنامه رو خاتمه بدیم و توی برنامه بعدی در مورد اینکه راه حل های عملی اینکه چطور دیدن پورن و خودارضایی رو کنار بذاریم چه چیزایی هستن توی برنامه بعدی صحبت بکنیم. اگر از این برنامه خوشت اومد، اگر که برات مفید بود، میتونی با لایک، کامنت و سابسکرایبت از من حمایت بکنی تا برنامه رو ادامه بدم و برنامه‌های بهتر و بیشتری برای شما بسازم. میدونی که دوستت دارم و خوشحال میشم که موفقیتت رو ببینم. حتما نظراتت رو برای من بنویس. فعلا تا بعد، خدا نگهدار.